برای کارگاه چه راسته دوزی بخریم؟ این یکی از پرتکرارترین سوالاتیه که شما از ما میپرسید. اما اینجا یه خورده سر و صدا زیاده. بریم تو استودیو بهتون بگم. یه راسته دوز کارگاهی باید سرو موتور باشه تا مصرف برق کمی داشته باشه و شما آخر ماه هزینه زیادی رو بابت قبض برق پرداخت نکنید. و از همه مهمتر وقتی که دینام سرخورد باشه حداقل صدا و لرزشو داره و تمرکز اپراتور موقع کار به هم نمیزنه. یه راسته دوز کارگاهی باید پنلش تو دسترس باشه و کاربری آسونی داشته باشه که همه چرخکارا بتونن به راحتی باهاش کار کنن و از آپشناش استفاده کنن. باید قدرت، سرعت و شتاب بالایی داشته باشه که کارها سریع پیش بره و قابلیت تنظیم سرعت دوخ نسبت به جنس‌های مختلف پارچه هم داشته باشه. یه راسته دوز کارگاهی باید کیفیت بدنش مقاوم باشه، رنگ خوبی هم داشته باشه که موقع کار کردن رنگ پارچه رو به خودش نگیره. قیمتش هم باید مناسب باشه که شما بتونید در کنارش تجهیزات دیگه‌تون هم تهیه کنید. پیشنهاد امیردوغ به شما عزیزان راسته دوز سرو موتور جویتا مدل F2 هستش. اگه میخواید یه خود پیشرفته تر باشه میتونید مدل F2 دیوان رو انتخاب کنید که سرنخزن خودکار داره، هم سرعت کارتون افزایش پیدا میکنه، هم به مرور زمان مصرف نختون میاد پایین. قیمت هر دو هم براتون تو کپشن مینویسیم. پیشنهاد شما برای خرید راسته دوز کارگاهی کدوم مدله؟ اصلا بیاید کامنت بذارید بگید چه آپشن هایی بیشتر براتون کارایی داره.